میستر بیست ویدیوهاش فیک بودن. یکی از اعضای تیم میستر بیست ادعا کرده که این ویدیوها نه تنها به شدت ویرایش میشدن بلکه کاملا ساختگی بودن. میستر بیست از مخاطبای جوانش سوء استفاده میکرده و اونا رو توی لاتری‌های غیرقانونی درگیر میکرده. مثلا وقتی زمان کم میشده یا شرکت کننده ها نزدیک به هدف بودن همه چیز فیک بوده. زنده موندن توی محل فیک، دعوت کردن تصادفی از شرکت کننده ها فیک و حتی دعواهای بینشون هم فیک. این عضو تیم به نام داگ پک میگه که مکالمات به شدت ویرایش میشدن. تیم میستر بیست برای راحتی غذا و اقامت لوکیشن های فیلم برداری رو ترک میکردن و بیشتر شرکت کننده ها از قبل جیمی رو میشناختن. جیمی حدود استریم هاش هم تماشاگرها رو توی لاتری های غیرقانونی درگیر میکرده. مثلا وقتی تیشرت میفروخته ادعا میگه که هر کسی توی 10 دقیقه بعدی یه تیشرت بخره $1000 میگیره یا اینکه تیشرت ها رو خودش امضا کرده، در حالی که امضا رو اعضای تیم جعل میکردن.